میدونستید هزینه بازسازی ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا از هزینه ساخت برج الخلیفه دبی بیشتره؟ هزینه بازسازی ورزشگاه نیوکمپ اسپانیا چیزی حدود 1,700,000,000 دلار تخمین زده شده، یعنی بیشتر از هزینه ساخت برج الخلیفه. مثلا سقف این ورزشگاه آب بارون رو ذخیره میکنه و برای آبیاری چمن ازش استفاده میکنه که خیلی توی صرفه‌جویی آب کمک میکنه. حتی نور ورزشگاه هم از طریق پنل‌های خورشیدی که روی سقف قرار داره تامین میشه. خود سقف هم کامل بسته و باز میشه، مثل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، فقط با این تفاوت که سقف ورزشگاه نیوکمپ خیلی سبک‌تره. تو این ورزشگاه امکانات خیلی ویژه‌ای هم برای معلولین و ناشنوایان داده شده که تماشای فوتبال رو براشون لذت بخش‌تر کنه. فقط ببینید چه احترامی برای هواداران خودشون قائلن. ظرفیت ورزشگاه هم قراره به 105,000 نفر افزایش پیدا کنه که توی اروپا واقعا رکورد داره. توی خود ورزشگاه هم وای فای رایگان وجود داره تا هواداران بتونن به صورت لایو بازی‌های همزمان خیلی مهم رو تماشا کنن. این ورزشگاه امکانات خیلی فوق‌العاده‌ای داره که بعد از ساخته شدن کاملش حتما یه ویدیو ازش میسازیم. حالا به نظرتون ورزشگاه نیوکمپ با این همه هزینه میتونه از سانتیاگو برنابئو خفن‌تر بشه؟ توی کامنت‌ها بنویسید. میدونستی هر کدوم از این بازیکن‌ها دلیل خاصی برای انتخاب شماره‌شون دارن؟ فیل فودن شماره 47 رو میپوشه و حتی یک تتو از این شماره داره، چون پدر بزرگش در سن 47 سالگی از دنیا رفت و این عدد براش یادآور اون خاطر است. برونو گیمارش شماره 39 رو انتخاب کرده چون تاکسی پدرش تو ریو دو ژانیرو شماره 039 بود. اون میگه همین تاکسی خرج خانواده‌اش رو تامین کرده، پول لباساش رو داده و هزینه مسیر 3 ساعتش رو برای دنبال کردن رویاهاش تامین کرده. لیونل مسی شماره 30 رو تو پاریس سن ژرمن انتخاب کرد چون این اولین شماره‌ای بود که موقع شروع فوتبالش تو بارسا پوشید. این شماره برای مسی یک ارزش احساسی خاص داره. دیوید بکام نتونست شماره 7 رو توی رئال مادرید بگیره، برای همین به پیشنهاد همسرش ویکتوریا شماره 23 رو که از مایکل جردن الهام گرفته شده بود رو انتخاب کرد. محمد صلاح موقعی که به فیورنتینا قرض داده شد شماره 74 رو به احترام 74 قربانی حادثه استادیوم پورت سعید در مصر انتخاب کرد. ماریو بالوتلی شماره 45 رو تو همه تیمایی که بازی کرده از جمله اینتر میلان، منچستر سیتی و آسه میلان پوشیده. اون میگه این شماره رو به شوخی انتخاب کرده چون بازیکن جوون فقط میتونستن بین 36 تا 50 انتخاب کنن و اون گفت شماره 45 رو برداشتم چون 4 مثبت 5 میشه 9 که شماره نهایی برای یک مهاجم.